امروز 5 ماه مایه با خانم بینا عهدی تو برمن ما یه جلسه سخنرانی گذاشتیم. ایشون تشریف آوردن. قبل از اینکه جلسه شروع بشه می‌خواستم سوال بکنم ازشون که کلاً تو چه رابطه‌ای می‌کنن امروز صحبت کنم برامون و مسائلی که مطرح می‌کنن تو چه رابطه‌ای. لطفاً. خیلی ممنون. امروز در شهر برمن 5 ماه می اتفاقا روز تولد کارل مارکس هم هست. ما جلسه داریم در رابطه با موقعیت مردم در ایران، مبارزاتی که داره انجام میشه و رابطه مبارزات مردم در ایران علیه جمهوری اسلامی با اعتراضات یا انتقاداتی که در کشور آلمان علیه اسلام سیاسی و جریانات اسلامی وجود داره. این جلسه به زبان آلمانی برگزار خواهد شد و من قراره اینجا سخنرانی کنم. ما تیتر جلسه را اینطوری اعلام کردیم که اهمیت مبارزات مردم در ایران علیه جمهوری اسلامی، اهمیت ابراز همبستگی با این مبارزات و رابطه مبارزات مردم در ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی با این مسئله که در کشورهای اروپایی و در آلمان چطوری زیر پای جنبش اسلامی و اسلام سیاسی خالی خواهد شد. من امروز تو این جلسه میخوام بگم که مردم ایران 31 ساله با حکومت اسلامی، با یک حکومتی درگیر هستند که علیه زنها هست، علیه مردم و علیه کارگرها، علیه دانشجوها و اونجا یه مبارزه وسیع علیه جمهوری اسلامی در جریان هست. میخوام اینجا بگم که مردم ایران دارن با سر مار اسلام سیاسی مبارزه میکنن و بسیار مهمه در دنیا راجع به این مبارزات صحبت بشه و همبستگی و حمایت مردم جلب بشه. یه سالی ازتون داشتم، شما خیلی تو شهرهای مختلف تو آلمان، تو کشورهای دیگه مرتبا در حال رفت آمد هستین، سخنرانی میکنین، جلسه. خواستم ببینم نظر کشورهای مردم آلمان مشخصا تو این رابطه چیه؟ آیا اینترسی دارن به مسائل؟ چجوری برخورد میکنن؟ این رابطه رو چجوری شما؟ طبعا اول مثلا من سال تو آلمان فعالیت میکنم و تو جلسات زیادی شرکت کردم. اوائل تصور مردم آلمان یا مردم اروپا از ایران همین چیزی بود که مطبوعات رسمی مطرح میکردن. بیشتر میگفتن ایران یک کشور اسلامیه، مردم اونجا مسلمونن و ظاهرا جمهوری اسلامی نمایندگی مردم را داره میکنه. ولی بعد از اتفاقاتی که به خصوص اخیراً در ایران افتاده و بعد از دیدن این تصویر که میلیون ها جوان مدرن مترقی اومدن تو خیابون و دارن مبارزه میکنن، بعد از اینکه عکس ندا به یک سمبل توی کشورهای مختلف از جمله در آلمان تبدیل شده، علاقه مردم و سمپاتی و احترامشون به نظر من خیلی بیشتر شده به مبارزات مردم ایران و سوال خیلی زیاد دارن. مثلا اینکه رهبر این مبارزات چی هست؟ چرا اینطوری شروع شد؟ چرا سبز؟ رابطه این سبز بودن با جنبشی که به اسم احزاب سبز تو آلمان فرضاً حزب سبز وجود داره، رابطش با همچین جریاناتی چی هست؟ و اینکه مردم ایران میخوان چیکار بکنن و بعد از رفتن جمهوری اسلامی کی قراره به قدرت برسه؟ اینا سوالاییه که تو جلسات مختلفی که من میرم. یه سوال دیگه ازتون داشتم. میدونیم که مخصوصا دولت آلمان، خود دولت خیلی مماشات میکنه با جمهوری اسلامی، مرتب سعی میکنن لانسه بکنن، دعوتشون میکنن. فکر میکنه این بحثایی که میشه، مردم این آشنایی که پیدا میکنن میتونه تأثیری رو دولت بذاره، فشاری رو دولت باشه که در رابطه با جمهوری اسلامی یه مقدار مواضعی شاید حداقل رو اجبار تغییر بده؟ طبعا به نظر من یکی از مسائل مهم همینه که ما در کشور آلمان داریم فعالیت میکنیم و آلمان کشور مهمیه در ایران. روابط اقتصادی و سیاسی حسنه دولت آلمان با جمهوری اسلامی ایران داره و بسیار مهمه که ایرانیانی که در آلمان زندگی میکنن، احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی در آلمان، این زاویه رو هم توجه کنن و ما به این مسئله توجه میکنیم. با مردم باید حرف زد و باید توجه مردم آلمان رو جلب کرد و نقششون رو، یه نقش مستقیمی مردم آلمان میتونن بازی کنن تو ایران. مثلا در مورد همین همکاری نوکیا زیمنس با جمهوری اسلامی ما اینجا تظاهرات‌های گسترده‌ای بود تو شهرهای مختلف، از جمله در برمن هم شما وسیع این تظاهرات رو سازمان داده بودید. به نظر من اینا نمونه‌ها یا مومنت‌هایی هستن که مردم آلمان می‌بینن که چطوری یه دونه شرکت آلمانی به ایران وسایل شنود میفروشه به جمهوری اسلامی که اونا بتونن اپوزیسیون یا جوانایی که دستگیر کردن رو اذیت و آزار بیشتری بهشون برسونن. مردم اومدن تو خیابون اعتراض کردن. به نظر من
میشه از مردم آلمان دعوت کرد علیه دولت آلمان فشار بیارن و علاقه و اینترس خیلی زیاده. طبعا باید خیلی بیشتر از اینا کار کرد به نظر من، ولی من شخصا فکر میکنم این شعار که جمهوری اسلامی رو باید ایزوله کرد و حکومت مثل آفریقای جنوبیزه باید کرد جمهوری اسلامی رو به عنوان یه حکومت آپارتاید جنسی. ما این بحث رو مطرح کردیم تو آلمان، هم به نظر من خیلی استقبال شده از این مسئله. طبعا باید این رو ادامه داد و باید کاری کرد که واقعا دولت آلمان سیاستش رو توی سیاستش در رابطه با ایران تجدید نظر اساسی انجام بده. خیلی جالب. من فکر میکنم چندین سال پیش بود ما سعی میکردیم اکسیون‌ها یا برنامه‌هایی که در رابطه با ایران میذاشتیم خیلی باید ما تلاش میکردیم که بتونیم خودمون رو تو مطبوعات معرفی بکنیم. الان ولی فکر میکنم خیلی تغییر کرده، اینجوری که تو ادبیات میبینه آدم تو روزا تقریبا هر هفته یه صحبتی یه مصاحبه‌ای از شما تو مطبوعات هست. در رابطه با مطبوعات نظرتون چی؟ بله. عکس العملش کاملا همونطوری که شما میگید. مثلا 10 سال قبل من خیلی جاها میرفتم سخنرانی میکردم علیه اعدام، علیه سنگسار، علیه جمهوری اسلامی، ولی مطبوعات علاقه و اینترس زیادی نشون نمیدادن. الان دیگه این فضا عوض شده. یکی از دلایلش اوضاع سیاسی ایران و اتفاقاتی که در ایران افتاده، یکی دیگه نوع کاری که خود ما کردیم. به طور مشخص مثلا از سال 2007 که ما سازمان اکس مسلم رو اعلام کردیم و فعالیت‌هایی رو در آلمان علیه جنبش اسلامی، اسلام سیاسی و در دفاع از سکولاریسم و حقوق مردم در آلمان انجام دادیم، این خیلی جلب توجه کرد و به نظر من یک سد و مانع بزرگ شکست. الان توی هر روز اگه نگاه کنید تو رسانه‌های آلمانی راجع به ما و راجع به فعالیت‌های ما حتما خبر هست و من امیدوارم جلسه امروز هم جلسه موفقی باشه و بتونیم گزارشش رو توی رسانه‌های مختلف منعکس کنیم. امیدوارم. خیلی ممنون از لطفتون که زحمت کشیدید. امیدوارم جلسه خوبی داشته باشیم. خیلی ممنون.